بینندگان محترم، درود و مهر تقدیم شما باد. گفتار امروز ما در خصوص تاریخ آمریکاست. از آغاز تا کنون به اختصار خدمتتون عرض کنم نتیجه مطالعات باستانشناسی در خصوص قاره آمریکا به ما میگه که تقریباً 10 تا 15 هزار سال پیش اقوامی از طریق تنگه برینگ از سیبری به آلاسکا وارد آمریکا شدند. البته آمریکای جنوبی ما تمدن‌هایی داریم مانند تمدن اینکاها، تمدن‌های دیگر در آمریکای لاتین در کشور پرو، کشور مکزیک بودند، اما آمریکای شمالی آنچه که مسلم است در سال 1000 میلادی یک دریانورد اسکاندیناوی به آمریکا میره و پس از او اقوام وایکینگ وارد قاره آمریکا میشن. اما به صورت رسمی در سال 1492 کریستوفر کلمبوس یا همون کریستوف کلمب با حمایت مالی پادشاه اسپانیا مأمور میشه که سرزمین‌های جدیدی را کشف بکنه. از طریق سفرهای دریایی به آمریکا میرسه، ولی نمیدانست که این یک قاره جداگانه است. فکر میکرد آمریکا بخشی از آسیا هست. پس از کریستوف کلمب اقوام و مردم از اسپانیا و پرتغال سرازیر شدند به آمریکا که معمولاً اسپانیایی ها به جزایر کارائیب رسیدند و بخشی از سرزمین آمریکا را مخصوصاً آمریکای جنوبی در اختیار آنها قرار گرفت تا اینکه سرانجام امریکن وسپوچی وارد قاره آمریکا شد. پس از بررسی‌های جغرافیایی به این نتیجه رسید که آمریکا یک سرزمین جداگانه است و ربطی به آسیا یا هندوستان نداره، چون برخی از دریانوردان گفته بودند که بخشی از شبه قاره هند هست. به هر شکل به نام امریکن وسپوچی این قاره به آمریکا نامیده شد. اما اولین ایرانی که وارد قاره آمریکا میشه، خصوصا آمریکای شمالی، مطالعات تاریخی نشون میده سال 1816 میلادی بوده، برابر با 1194 شمسی، اواخر زندیه، به نام مارتین که ارمنی مذهب نیز بوده است، ارمنی بوده است، مسیحی به اصطلاح مذهب. این ارمنی به جیمز تاون میره و در ویرجینیا ساکن میشه، کشت تنباکو را در اونجا رواج میده و کم کم اقوام آشنایان او به ویرجینیا میرن و محله ایرانیان در ویرجینیا در اون سالها معروف بوده است. اما اولین ایرانی که پس از استقلال آمریکا با آن کشور سفر میکنه و اقامت آمریکا را به صورت رسمی دریافت میکنه یک جهانگرد ایرانی است به نام حاجی سیاح محلاتی که از شهرهای نیویورک، شیکاگو، سانفرانسیسکو دیدن میکنه. تقریبا 10 سالی در آمریکا بود حاجی سیاح و پس از اون به ایران برمیگرده. حاجی سیاح نتیجه این سفرهای خودش را در 2 کتاب می نویسه. یکی سفرنامه حاجی سیاح هست که بیشتر در مورد مسائل اجتماعی و داخلی ایران توضیحات بسیار جالبی میده و یکی خاطرات حاجی سیاح هست که خاطرات مسافرت‌های او، مخصوصاً 10 سالی که حاجی سیاح در آمریکا اقامت داشت، در این کتاب اومده. برای بررسی تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار یکی از بهترین منابع کتاب سفرنامه حاجی سیاح هست. البته حاجی سیاح مدتی هم در زمان ناصرالدین شاه قاجار
و پس از او قتل او به وسیله میرزا رضا کرمانی به زندان هم میفته. ولی اگر بینندگان محترم علاقه داشتن میتونن برای بیان جزئیاتی که حاجی، این سیاح و جهانگرد ایرانی، در آمریکا نوشته، میتونن به خاطرات حاجی سیاح مراجعه نمایند. ولی من به طور اختصار خدمتتون عرض میکنم که حاجی سیاح در مورد روزنامه ها و کتابخانه ها و آموزش عمومی در آمریکا صحبت میکنه، آمریکای شمالی، و همچنین در مورد آموزش همگانی در آمریکا و اینکه اونجا منزلت اجتماعی افراد بستگی به میزان تلاش و کوشش آنها و تخصص کاری آنها داره، نه اصل و نسب و مسائل به اصطلاح نژادی که و قومی و به اصطلاح فلانی در دوره قاجار وجود داشت. بزرگزاده هست، نمیدونم فرزند خان هست، فرزند فلان صدر السلطنه هست و اینها. در اونجا خبری از این مسائل نیست. هر کسی که تخصص کاری داشته باشه و توانایی کار کردن داشته باشه معروف و مشهوره و شاید یکی از دلایل رشد اقتصادی آمریکا هم همین بوده است. حاجی سیاح خب وضعیت ایران رو میبینه، مخصوصا سواد عمومی و تحصیلات عمومی و اینکه مدرسه‌ای به جز اون دارالفنون که اون هم به تعطیلی کشانیده شد و فقط هم مخصوص خانواده‌های اشراف بود در ابتدا، بچه‌های وزرا و اون اشرافزادگان میتوانستن استفاده کنن، ما تقریبا چیزی نمیبینیم تا بعدها مدارسی توسط یحیی دولت آبادی و میرزا حسن رشدیه در تبریز و تهران انگشت شمار تا انقلاب مشروطه در ایران، اون هم مدارسی در سطح آموزش عمومی ابتدایی دیده می شود. و مسئله روزنامه نگاری در ایران هم که خود بینندگان عزیز اطلاع دارند، دولت قاجار تا مشروطه با دو چیز دشمن بوده است، یکی با مطبوعات و یکی با قانون. چنانچه یکی از میرزا یوسف خان مستشار الدوله اون کتاب معروف را یک کلمه را می نویسه و میگه کشور ما با همین یک کلمه قانون درست میشه. تو زندان اون کتاب را آنقدر به سرش میزنن که نابینا میشه و کشته میشه. حاجی سیاح محلاتی نیز مشکل ایران عصر قاجار تا قبل از مشروطه را همین نبود تحصیلات عمومی و همچنین نبودن قانون و نبودن روزنامه های مستقل که بتونن ناظر بر حکومت باشن ذکر میکنه. این هم به اصطلاح مختصری بود در اوضاع و احوال اولین جهانگرد ایرانی که به قاره آمریکا، خصوصا آمریکای شمالی وارد میشه و 10 سالی آنجا زندگی میکنه و به ایران برمیگرده. اما سرانجام بعد از مهاجرت اسپانیایی ها و پرتغالی ها در قرن 14 و 15 مهاجرت فرانسوی ها و انگلیسی ها شروع میشه به قاره آمریکا. اما پیش از این که در خصوص مهاجرت آمریکایی ها و انگلیسی ها و فرانسوی ها به آمریکای شمالی مطالبی را خدمتتون عرض کنم، لازم است بدونیم که در اواخر قرن 19 سال 1878 گروهی کوچکی از دانشجویان ایرانی برای تحصیل پزشکی باز به نیویورک میرن، به آمریکا میرن که معروفترین آنها یوحنا صیاد یا آواجلو بوده است که در اونجا پزشکی میخونه و به ایران برمیگرده برای طبابت. خب خدمتون گفتم که ابتدا استعمارگران نخستین وارد قاره آمریکا میشن، یعنی پرتغالی ها و اسپانیایی ها.
اینها بیشتر در آمریکای جنوبی، در برزیل پرتغالی ها و اسپانیایی ها در قسمت های دیگری از آمریکای جنوبی میرن و اونجا به استعمار میپردازند، مستقر میشن برای پیدا کردن طلا و نقره و به اصطلاح تعداد زیادی از بردگان را از قاره آفریقا در دسته های 20-30 هزار نفری با کشتی های بزرگ میبرن به آمریکای جنوبی و گزارش های تاریخی به ما میگه که در این سفرهای زیادی از این سیاهان که به عنوان بردگی توسط این اروپایی ها به اونجا برده شدن از بین میروند و به اقیانوس ها انداخته میشن و عده‌ای نیز به آمریکا میرسند که برده بودند و از بهره کشی از آنها میشد توسط اسپانیایی ها و پرتغالی ها. البته بعدها انگلیس و فرانسه نیز این استعمارگران اسپانیایی و پرتغالی مربوط به قرن 14 و قرن 15 هست، یعنی اون زمان دورانی بود که هنوز قرون وسطا در اروپا به پایان نرسیده بود و رنسانس شروع نشده بود. اون سختگیری های مذهبی، خدمتتون عرض کنم بی‌ثباتی هایی که در اروپا وجود داشت و حرص و طمع اروپاییان برای جمع‌آوری طلا و نقره دلایلی بود که استعمارگران نخستین یعنی اسپانیایی ها و پرتغالی ها راهی آمریکا می شوند و اونجا با بومیان بسیار بد رفتار می کنند، همان گونه که بعدها انگلیسی ها و فرانسوی ها و هلندی ها که به آمریکای شمالی وارد میشن نیز همین گونه رفتار را با بومیان آمریکای شمالی نیز داشتند. اینها وقتی وارد آمریکا میشن، انگلیس 13 تا مستعمره نشین در آمریکا به وجود میاره. انگلیسی ها نیز بردگان زیادی از آفریقا به آمریکا میبرند تا از نیروی کار آنها در مزارع خصوصا در بخش جنوبی آمریکا استفاده بکنند و با بومیان نیز همان رفتاری را داشتند خدمتتون گفتم که اسپانیایی ها و پرتغالی ها داشتند. بومیان کم کم دچار بیماری های واگیر میشن، رانده میشن از سرزمین خودشون در آمریکای شمالی و کم کم به آمریکای جنوبی میان و منزوی میشن در قاره آمریکا. اما این جریان ادامه داره تا اینکه آمریکا به استقلال میرسه. جریان استقلال آمریکا چگونه بود؟ 13 مستعمره نشین توسط استعمار بریتانیا یا انگلستان در آمریکا به وجود آمده بود که به استعمار آن منطقه می پرداختند و فشار بر توده‌های مردم. سرانجام بی‌ثباتی اجتماعی به وجود میاد و مردم مستعمره نشین ها با کمک مالی فرانسوی ها، هلندی ها و اسپانیایی ها درگیر میشن با دولت بریتانیا و تقریبا توانستند یک سال بعد یعنی سال 1775 به اصطلاح شروع میشه این جریان استقلال آمریکا و سال 1776 4 ژوئیه پیروز میشن مخالفین استعمار بریتانیا و دولت آمریکا به استقلال میرسه و همین 4 ژوئیه همه ساله به عنوان سالروز استقلال آمریکا به حساب میاد. پس از استقلال آمریکا پیامدهای آن تدوین قانون اساسی آمریکا بود برای اون کشور و همچنین انتخاب جورج واشنگتن به عنوان اولین رئیس جمهور آمریکا و همچنین تأثیری که استقلال آمریکا بر پیدایش انقلاب در فرانسه و همچنین انقلاب‌هایی که در آمریکای لاتین رخ داد نتیجه تأثیری بود که از جریان استقلال آمریکا پذیرفته بودند. پس از
استقلال آمریکا در سال 1861 تا 1865 حدود 4 سال میان بخش‌های شمالی آمریکا و جنوبی آمریکا جنگ‌های درگیر میشه که به معروف به جنگ‌های داخلی آمریکا یا امریکن سیویل وار. در این جنگ‌ها شمالی‌ها، آمریکای شمالی، اینها بیشتر به صنعت مشغول بودند، جنوبی‌ها به کشاورزی مشغول بودند. جنوبی‌ها از نیروی کار بردگان و سیاهان آفریقایی استفاده می‌کردند و قوانین بسیار ظالمانه‌ای در خصوص آنها، مخصوصا تبعیض نژادی نسبت به سیاهان داشتند. یادم رفت خدمتتون بگم حاجی سیاح به همین موضوع بی‌عدالتی در برابر سیاهان در آمریکا نیز اشاره میکنه و یکی از مواردی که بسیار نگران کننده است و با حقوق بشر مخالفت داره به همین تبعیض نژادی که در آمریکا بوده است نیز در کتاب خاطرات خودش اشاره داره. این جنگ‌های داخلی بین شمال بود که مخالف بردهداری بودند و جنوبی ها بوده است که طرفدار بردهداری بودند. سرانجام پس از 4 سال جنگ و کشته شدن بیش از 620 تا 750 هزار نفر در این جنگ های داخلی سرانجام شمالی ها پیروز میشن و بردهداری لغو میشه بر اساس تصویب متمم 13 قانون اساسی آمریکا. اما روابط سیاسی ایران با این کشور نوپا که تقریبا عمرش از سال 1775 یا 1776 به این طرف هست، تقریبا 200 سال، از چه زمانی آغاز شد؟ برای اولین بار در زمان ناصرالدین شاه شخصی به نام میرزا حسین قلی خان فرزند میرزا آقاخان نوری به نام با لقب صدرالسلطنه مأمور سفارت ایران میشه در آمریکا به عنوان اولین سفیر ایران در دولت آمریکا. این بعدها معروف شد به حاجی واشنگتن. حالا برخی از رقباش در داخل شاید این لقب را رو داده باشند به خاطر موضوعاتی که برای او حالا برخی از مورخین نوشتن که وجود داشته است که خدمتون عرض خواهم کرد. صدرالسلطنه پسر هفتم میرزا آقاخان نوری هست، همون فردی که جانشین امیرکبیر میشه در ایران و شخصیت مناسبی در تاریخ ایران نیست، مخصوصا ارتباطاتی که با مهداولیا مادر ناصرالدین شاه داشته است و همین موضوع نیز میتونه یکی از عواملی باشه که در قتل امیرکبیر و صدور فرمانان توسط ناصرالدین شاه نقش داشته است. به هر شکل مأمور میشه و در هتلی در واشنگتن ساکن میشه. صدرالسلطنه حتی روزنامه نیویورک تایمز اون زمان با او مصاحبه میکنه و از اینکه فردی است با لباسی آراسته و فلان و امان از این مسائل 1 سالی در آمریکا میمونه به عنوان سفیر ایران در آمریکا. نامه هم به دربار ناصرالدین شاه مینویسه و از اینکه بودجه نیاز داره برای اداره سفارتخانه و نمیتونه اجاره ماهیانه را پرداخت بکنه و وسایل زندگیش را تامین بکنه و از این مسائل که برمیگرده به دربار ایران. حالا برخی از مورخین میگن که صدرالسلطنه، البته مادرش هم دختر زکی خان سردار اسد بختیاری بوده است، همین صدرالسلطنه. عده‌ای گفتن در روز عید قربان صدرالسلطنه در بالکن سفارت، که البته سفارت ایران اونجا هم توی هتل زندگی میکرد،
شاید هم ساختمانی را اجاره کرده بودند، گوسفندی را قربانی میکنه که خلاف مقررات اونجا بود، در ملأ عام، در دید عموم سر بریدن یک حیوان به هر شکل او را بازخواست میکنه پلیس اونجا و مجبور میشه به ایران برگرده و میگن که ناصرالدین شاه هنگامی که آمد هم گفت ما را نزد جوانترین دولت دنیا بی‌آبرو کردی. البته مورخان در این خصوص اتفاق نظر ندارند و آمدن صدرالسلطنه را به علت منابع مالی و اینکه زیاد ارتباطات اقتصادی میان ایران و دولت آمریکا وجود نداشت ضرورتی به وجود سفارتخانه نمیدیدند و یا اینکه از نظر مالی دولت قاجار در تأمین منابع مالی آنجا مانده بود. به هر شکل صدرالسلطنه به ایران میاد. اون علی حاتمی در فیلم حاجی واشنگتن نیست این موضوع را اشاره میکنه، اما خدمتتون عرض کردم در روزنامه‌های آمریکا که اون زمان بودند چیزی نیست در خصوص این موضوعی که نسبت داده میشه به صدرالسلطنه. منابع تاریخی نیز در ایران در مورد همین جمله ناصرالدین شاه نیز اتفاق نظر ندارند. برخی از آنها این را عنوان نمی‌کنند و میگن که اگر این گونه بود چرا ناصرالدین شاه بعد از سفارت صدرالسلطنه در آمریکا او را سفیر ایران در عثمانی میکنه که مقامی به مراتب بالاتر از اون ینگه دنیا بوده است. به همین دلیل نمیپذیرند که چنین موضوعی و اخراج او در آمریکا صحت داشته باشه. به هر شکل چنین موضوعی در روابط ایران و آمریکا دیده میشه. خب خدمتتون عرض کنم این اختصاری بود از تاریخ آمریکا از آغاز تا عصر قاجار که خدمتتون عرض کردم و اما در دهه 1950 و 1960 معمولا عده زیادی از ایرانیان برای مهاجرت یا برای سرمایه گذاری دهه 1950 و 1960 به آمریکا از ایران به آمریکا مهاجرت کردند. اما ما در خصوص تاریخ ایران اسطوره ها و افسانه ها در شاهنامه چندین برنامه خدمت شما ارائه کردیم و مطالبی نیز بسیار شنیدنی و دیدنی در خصوص جشن‌های ایرانیان از جمله جشن سده، جشن تیرگان، جشن مهرگان، جشن نوروز، جشن اسفندارمز، جشن چهارشنبه سوری و سایر جشن‌های ایرانیان باستان در دست آماده شدن هست که در خدمت شما در آینده نیز خواهم بود. ولی این موضوع آمریکا به خاطر مسائل روز ضرورتی داشت که اطلاعی از این جریانات تاریخی داشته باشیم که خدمتون عنوان کردم. بدرود دوستان عزیز، سپاس از اینکه همراه ما بودید. برای اینکه این برنامه‌ها به اطلاع دوستان رسانیده بشه و همرسانی بشه توسط یوتیوب به عده زیادی پیشنهاد داده بشه، دوستان گرامی و بینندگان محترم سابسکرایب کنند، مشترک شوند و نظر خودشون را برای بهبود کیفیت این برنامه برای ما مرقوم بفرمایند. سپاس از همگی. بدرود.